نمیصرف داداش اس دادین تور ترکیه 5 تا. خب داداش کی پروازه؟ پرواز چی داداش؟ هزینه رفت آمد خونه تا اینجاست. داداش برای اشغال میخوام برم ترکیه پیشنهاد می‌کنی؟ بستگی داره اشغال چی باشه. بابکی اشغال با بچه‌ها بشینیم اوه دیگه. خب 20 خرج کنی بری ترکیه بیا اینجا. بکن سر خالص فقط 300 داداشون رو شما کار میگه آژانس هستین. 30 تا اینجا پرسنل دارم باید بصرفه یا آقا یه سوال. چرا با شلوارک اومدی اینجا؟ پیش گرفتم ها. بلیط تایلند میگرفتی اینجا شلوار پات نبود بدو بیرون میرم. آقا ببخشید. ببندن تو من نمیگی واسه بلیط تیک آف هم می‌خواستم. نداریم بدو بیرون بابا. نظرت این باشگاه مشتریم شما رو دختر پسر رو سوا کنیم شب که شد به دختر پیام بدیم سلام میداری؟ بیدار بودن عدد یک رو ارسال کنن دوست پسر داشتن یا خوابشون هم میومد که دیگه 11 رو بابت لغو پیام ارسال کنن. حاجبتی مخلصم. شکر آخر هفته میخوام برم دبی. نظرت تور دبی واسه دختر 95% آف بزنم؟ برای چی اونجا که پر دختره؟ هیچی هم بدن خود آدم نمیشه. نمیصرف. داداش 2 تا بلیط برای تایلند میخوام. با کی میخوای بری؟ با خانومم. بچه شدی کی با خانومش میره تایلند؟ خانومتو بذار خونه پدر خانومت اینا. منم ور وسیله پیشم هست. بر وسیله چیه داداش؟ این شارژر و قرص سردا چقدر تو منحرفه بیبی. پسر من نگفت با خواهرم دارم میرم. آره. بچه‌ها تو بلیتشون فامیلیشون فرق می‌کنه. نمیدونم. 3 تا بلیتو خودم میرم وسط میخوام. 3 تا بلیط میخوام برای کی؟ کی میخوای بری؟ با دوست دخترم خواهرش. چاکاش کنم با هم بریم؟ داداش فکر نمی‌کنم. بلیط ندارم بدو بیرون میرم. بلیط نداریم یا منم بازی یا بازی خراب. آقا بلیط گرجستان می‌خواستم. چند تا داداش؟ داداش اگه این کارشناس فروشتون میاد 2 تاش کن. پسر خونمون میومد که ما خودم باش میرفتم. این سری بعدی ناخوناتو گلبهی بزن به پوستت بیشتر میاد. باشه والا نارنجی چه بهت می دوست دارم. جونمش خان. نفدا چم سر کارم. دختر ما اصلا تو مجموعه نداریم. به جان تو به من شک داری؟ نه تو به من شک بذار من اصلا گوشه بدم. بگو اینجا همه پسریم. مرخصی هنزا. بله همه پسریم. دیدی عزیزم؟ نظرت دستگاه اسپرسو بنازیم کنجه اینجا اسپرسو با اینا بدیم دست مردم؟ چیه؟ ها